روز در مورد مبحثی به نام قلم ماورا یا اون قلم علوم غریبه یا قلم جنی میخواییم با عزیزان کمی صحبت کنیم. بارها و بارها و بارها در برنامه‌های گذشته شده بود که من به عزیزان گفتم و اجازه نمیدادم که بعضی از چیزها رو، بعضی از ویدیوها رو اجازه نمیدادم که خودشون بخوان بنویسن. دوستان، نوشتن با هر قلمی برای اینکه در دفترچه خودت، در اون یادداشت خودت بتونی برای خودت نگه داشته باشی هیچ اشکالی نداره. اما از اینکه بخوای یک طلسم یا یک جادوی ماورایی رو بخوای استفاده بکنی، حتما باید یک قلم مخصوصی داشته باشی. میخوایم امروز با هم این مسئله رو باز کنیم که چرا من بعضی از مسائل رو میگم افراد عادی و مبتدی حق نوشتن و نگارش و اون عمل رو ندارن. دوستان، بارها و بارها من این رو گفتم، چه بسا عزیزان زیادی اومدن در همین رابطه به من توهین کردن، اما امروز میخوایم راجع به قلم ماورا با هم صحبت بکنیم. خب، عمدتاً عزیزان میبینن از سمت اساتید محترمی که در ایران هستن به دو روش، یا به شما میگن با همین خودکار مشکی یا با مداد دستور میدن عزیزان این اعمال رو بنویسن که من این روش رو قبول ندارم. و مورد دوم این که به بعضی از اساتید هم میگن، به بعضی از شاگردان میگن خودنویس تهیه کنن و جوهر درون این خودنویس ها قرار بدن و بنویسن، که این رو هم من قبول ندارم. دوستان ببینید، من فقط نظرات خودم رو میگم و افرادی که از آموزه های من پیروی میکنن، من این رو برای اون عزیزان دارم شرح میدم که عزیزانی که میخوان در علوم غریبه فعالیتی داشته باشن حتما باید به این نکات توجه داشته باشن. خب، آیا این دو عامل و این دو روش اگر کسی نگارش کنه، یک جادو رو، یک طلسم رو در علوم غریبه، آیا به جواب ختم میشود یا نمیشود؟ دوستان، بنده میگم برای 99% از افراد عادی هرگز اون عمل اجابت نمی شود، اما برای 1% از عزیزان اجابت می شود. چرا 1%؟ چون اون عزیزان ممکنه افرادی مدیوم باشن، افرادی باشن که از قبل با یک سری از موجودات ماورایی ارتباطی داشته باشن، اما برای عامه مردم اون عمل جواب نخواهد داشت. چرا دوستان؟ من کاملا، ببین، از اینجا به بعد نکته به نکته گوش کن دوست عزیز من. دوستان ببینید، شما اگر تحقیق بکنید، ببینید، سعی کنید در علوم ماورا کورکورانه تصمیم نگیرید، سعی کنید در علوم غریبه تحقیق بکنید، نه اینکه مثلا بگید چون فلانی نامش گنده است درست میگه، چون فلانی فلانه درست میگه. نه عزیزم، تحقیق بکن. علوم ماورا علوم تجربه هستش. دوستان، از عزیزان بزرگ، از اساتید بزرگم شما اگر برید کتباشون رو ببینید، تحقیق بکنید، از خودشون بپرسید، قلم ماورا، قلم علوم غریبه، قلم علوم خفیه که شما باید یک جادو و یک طلسم رو نگارش بکنی، یک شرط مهم داره. این شرط مهم است که من با اون دو عامل مخالفم. این دو تا شرط، این یک شرط اصلی چیه که باعث شده من اون دو تا مدل اولیه که نگارش میکنن رو قبول نداشته باشم؟ اولین شرط و مهمترین شرط موجود برای نگارش یک عمل در علوم غریبه اینه: شما اصلا اجازه ندارید. دقت کن، یعنی اولین شرط اینه دوست عزیز، این نکته، این یه تیکه رو خیلی دقت کن. ببین، زمانی میتوانی از قلمی تو در علوم غریبه استفاده بکنی که شرط اصلیش اینه اول جادوگر باشی. ببین دارم چی میگم؟ اول جادوگر باشید، بعد از قلم استفاده بکنید. این راز این مسئله هستش، نه اینکه اول قلم رو برداری بعد بشی جادوگر. دوستان،
الان جواب بدید به من. 99% از عزیزانی که برای بار اول یک ویدیو رو میبینن، یک عزیمت رو میبینن، یک قسم رو میبینن، خب این عزیزان که نمیتونن حتی تلفظ ساده داشته باشن، این عزیزان اصلا نمیدونن ماورا چیه، اصلا نمیدونن اون قسمی که دارن میخونن، نمیدونن حتی اون قسم چیه. خب چجوری میتوانن از قلم ماورا استفاده کنن؟ که شما میاید به این عزیزان میگید آقا برید با خودکار سیاه بنویسید، با مداد بنویسید، با خودنویس بنویسید. خب اصلا شرط گرفتن یک قلم در علوم غریبه این هست که اول تو جادوگر باشی، تو با موجودات ماورایی در ارتباط باشی، اذنی از موجود ماورایی یا همون جن داشته باشی، بعد دست به قلم بشی. نه اینکه اول تو قلم رو بگیری و بعد بشی جادوگر. بازم میگم افراد عادی که اول میرید قلم رو بر میدارید، داداشم، برادرم، خواهرم، خب شما اول فقط اولم اگه 4 تا استاد نیان یک عزیمت یا قسم رو 10 بار تکرار نکنن، به شما نگن، برا شما نخونن، شما حتی تلفظ صحیح رو هم نمیتونید انجام بدید. خب نتیجه این نتونستن چیه؟ اینه که جن اصلا شما رو قبول نداره، اصلا سمت شما نمیاد که بتونه شما رو اجابت بکند یا نکند. دقت کنید عزیزان، اگر در بعضی از برنامه ها و ویدیوهایی که در فضاهای مجازی هست، بعضی از اساتید که کنار هم نشستن دارن قسم ها و عزیمت هایی رو که دارن میخونن، میبینی حتی 1 ثانیه پس و پیش نمیشه این قسم ها، میبینی همه با هم دارن تلفظ میکنن. دلیل چیه؟ تو فکر میکنی که اون اساتیدن که دارن اونجوری تلفظ میکنن؟ نه، اون روحانیت ماوراست در حنجره اون اساتید، در دست اون شخصی که داره یک جادو رو نگارش میکنه، یا اون روحانیت در حنجره اینها از ماوراست. خب شما که بار اول روحانیتی نداری، شما که بار اول با هیچ موجودی ارتباطی نداشتی که دست شما روحانیت داشته باشه، عزیزم، برای نگارش یک عمل شما باید دست شما دارای روحانیت باشه. چشم شما، ببین چشم اساتید علوم غریبه رو نگاه کنی کاملا معلومه چشم ماوراییه. دوستان، به آن چیزی که خودتون میپرستید، دوستان، من سالهاست که شاگردان زیادی دارم، اما اجازه برداشتن قلم رو نمیدم فعلا. چرا؟ چون شخص باید در لولی قرار بگیره که اجانین خودشون اذن رو به اون شخص احاطه بکنن. دستت وقتی روحانیت داره، حنجره تو زمانی که روحانیت بگیره، مغز تو زمانی که روحانیت بگیره، دیگر نیازی به چیزی نیست. پس اول قلم رو بر ندار هی بنویسی. دوستان، الان باز شاید عزیزانی به من توهین کنن، طوری نیست. من لازم میدونم عزیزان زیادی هم هستن که دارن از آموزشات من میان پیروی میکنن. عزیزانی که از من پیروی میکنید، اول قلم رو بر ندارید، اول روحانیت بگیرید. ببین الان اساتیدی در گذشته هستن که سن و سالهای زیادی تو همین ایران دارن، طرف نمیدونه دو تا چند تا میشه 4 تا، اما یه خط ساده روی کاغذ میکشه، مشکل طرف حل میشود. علت چیست؟ علت روحانیت و موجود ماورایی در دست اون شخصه. علت اون روحانیتیه که ماورا در اون شخص قرار داده. آقا بدون روحانیت تو هی برو لوازم التحریر خودکار بخر، تو هی برو خودنویس آنچنانی بخر، اصلا عمل نخواهد کرد. پس دوست عزیز، اگر در ویدیوهای دیگه بنده اومدم به شما گفتم عزیزی افراد مبتدی نباید این عمل رو انجام بده، نباید دست به قلم بشه، یقین بدونید من بدون دلیل، بدون هیچ توضیحی نمیام کسی رو از چیزی منع کنم. خب فرد عادی چه روحانیتی داره؟ فرد عادی از قبل با چه موجودی طرف بوده؟ اگر بیاد، چرا؟ اون 1% جواب میگیرن، گفتم که اون موجودات در ارتباط باشن و مدیوم باشن. در غیر این صورت اون دو روش، خودکار سیاه یا مداد، یا اینکه
شما میگید که مثلا طرف بیاد با خودنویس توش جوهر بکنه و بنویسه، این دو روش برای مردم عادی جواب نخواهد داد. 100% جواب نخواهد داد. دوستان من لازم میدونستم که این راز بزرگ رو به شما عزیزان من بگم. عزیزم، پس هدف ما از صحبت چیه دوست عزیز من؟ ما داریم اینو میگیم که اینجوری نیست که اول تو قلم برداری و بعد بشی استاد. قراره، شرط اینه اول تو باید جادوگر بشوی، اذن از همون اذانین یا موجودات ماورایی اذن داشته باشی، بعد بیای قلم رو برداری. دوستان پس به این نکته توجه کنن. ابتداءً تمام رموزات، تمام راه و روش رو، تمامی نکات رو، تمامی مسائل رو یاد بگیرید عزیزان. بعد بیاید برید بخواید برای خودتون یا برای کسی نگارش بکنه. اگر در برنامه من اجازه دادم که شما نگارش کنید، طوری نیست. اما اگر در برنامه ای گفتم عزیزان حق نگارش ندارن، یقینا بدونید که من بی دلیل مسئله رو عرض نمی کنم. دوستان بازم تاکید میکنم، شما میتونید تو دفترهاتون، تو دفترچه یادداشتاتون برای خودتون نکته برداری کنید. میتونید برای خودتون بنویسی که برای سالهای گذشته، سالیان دیگه که به اون لول رسیدی ازش استفاده کنی. این ایرادی نداره. اما تو اگر بخوای یا قلم مصنوعی، یک قلم شیمیایی، یک قلمی که پر از ناخالصیه بخوای در علوم ماورا ازش استفاده کنی به عنوان جادو یا طلسم، هرگز عمل نخواهد کرد که هیچ. کاملا به خودت صدمه میزنی دوست عزیز. علوم غریبه از طبیعت جدا نیست. بر ندارید ناخالصی و شیمیایی رو بیاید با علوم غریبه مخلوط بکنید. دوستان اگر کار علمی میخواید انجام بدید که من تو این رشته زیاد کار نمی کنم. چرا؟ چون اصلا این رشته چیز خاصی در ماورا نداره به عقیده من. چون اصلا فرشتگان یه سری از اعمالی که در بین مردم رایج هست رو انجام نمیدن. از 100% علوم غریبه فقط علوم رحمانی میتونه 1% رو انجام بده، اونم بحث ابطال هست، بحث خواص آیات هست. اما بقیه چیزها باید طرف بتونه از اجانین یا همون شیاطین استفاده کنه. چاره ای نیست. اگر طرف واقعا میخواد در علوم غریبه کاربردی داشته باشه یا کاری انجام بده، جز این اون چیزی که خودم میدونم، جز این چیزی دیگه نیست. خب اگر میخوان عزیزان علوی کار بکنن، باید از نی یا همون نی فارسی هم میگن، میتونید تهیه کنید. نیی که خرابی نداشته باشه، نیی که از چوبش بخور بدبو استخراج نشه، نیی که به شکل دایره وار روی اون نی گره نداشته باشه. دوستان میتونن استفاده کنن و بر روی اون نی اسم رهبر روحانیشون رو باید حتما بنویسن. در غیر این صورت بازم معنی نخواهد داشت دوستان. و برای آیات ربانی هر وقت خواستید عزیزان استفاده کنید، از شاخه ریحان عزیزان باید استفاده کنید. و اما در بحث سفلیات دوستان، شما باید از قلم نی که خراب باشه، قلم نی که اینجا در سفلیات پر از گره باشه. ببین در علوی گره نباید باشه، اما در سفلیات باید گره داشته باشه. از گیاه خرزهره هم میتونید استفاده کنید. شاخه زیتون خراب، انار ترش، گردوی سبز که دارای گره باشه. دوستان از این چوب ها و نی ها میتونید استفاده کنید برای سفلیات. و اما در بحث دیگه، اگر قراره بر روی جسد، بر روی هر جسمی، اگر قراره در بحث سفلیات و سبیات چیزی بنویسید، ابتداءً باید یک لیوان آب بردارید، اون آب رو طلسم بکنید و از انگشت سبابه در این آب فرو ببرید و بر جسم اون طلسم رو نقش بکنید. یا اینکه شما بیاید جوهر نجس ابتدا آماده بکنید عزیزان و بعد بیاید با نی مخصوص بنویسید. پس دوستان این نکات رو دقت بکنید عزیزان که هر چیزی برای خودش